میکنند با آبروی مملکت در عرصه بین المللی ایستاد می آورند. پدر و مادران و نزدیکانشان را در بین جامعه شرمسار می سازند. بخصوص در شرایط امروزه که تلاش تمام قوه‌های ارتجاعی و افراطی برای تاثیررسانی به مفکوره جوانان و مایل ساختن و استفاده قوه بزرگ آنها برای عملی نمودن هدفهای مغرضانه خود روانه شده است، جوانان ما باید بسیار هوشیار باشند، زیرکی سیاسی را از دست ندهند و منفعت‌های ملی و دولتی را حتی یک لحظه هم فراموش نکنند. در چنین شرایط وزارت‌های معارف و علم، فرهنگ، تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، اکادمی ملی علم‌ها و اکادمی‌های ساحوی، کمیته‌های کار با جوانان، ورزش و سیاحی، کار با زنان و عائله، تلویزیون و رادیو، عاید به دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم با جلب وسیع زیایان جهت هرچه زیادتر آگاهی پیدا نمودن جوانان از تاریخ و فرهنگ خلق تاجی، ارزش‌های ملی و عموم بشری و روندهای گلوبالی جهان معاصر باید کارهای فرماندهی را در بین جوانان وسعت بخشیده، اشتراک باز هم فعالتر آنها را در روند اعمار دولت ملی و جامعه پیشرفته و متمدن اجتماعی تأمین گرداند. در این روند ضرور است که همکاری میان مقامات حفظ حقوق، وزارت معارف و علم، کمیته جوانان و ورزش، پدر و مادران و فعالان جهت پیشگیری کردن جنایتکاران در بین نابالغان و نورسان تقویت داده در این سمت هرچی بیشتر چاره‌بینی‌های تاثیربخش عملی کرده شد. وابسته به این مسئله خاطررسان می‌سازم که حل مشکلات هزاران نفر جوانان ما نیز در خارج کشور تحصیل علم دارند، از جمله پیشگیری کردن پیوستن آنها با سازمان و حرکت‌های افراطی فعالیت منتظم و هم آهنگ شده را طلب می‌نماید. در این سمت وسعت بخشیدن فعالیت شورای محفل جوانان در خارج کشور تحصیل داشته کمیته کار با جوانان و ورزش با واسطه سفارت‌ها، کنسولگری‌ها، جمعیت‌های هموطنان برون‌مرزی، مؤسسه‌های تعلیمی ممالک خارجی و پرزور نمودن نظارت این مسئله از جانب وزارت‌های معارف و علم، مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، کارهای داخلی، کارهای خارجی و حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان مهم میباشد. همزمان با این وزارت و اداره‌های داخلدار ضرور است که به فعالیت محفل همه جانبه مساعدت نمایند. طوری که در پیام رهبر دولت ذکر گردید، غمخواری پیوسته در حق گروه‌های آسیب پذیر اهالی و حل مسائل اجتماعی آنها یکی از مهمترین وظیفه‌ها به حساب می‌رود. تأمینات اجتماعی جوانان از جمله دستگیری یتیمان کول و از عائله‌های کم‌بضاعت، جوانان امکاناتشان محدود و بیکار سمت افضلیت‌ناک سیاست دولتی مقرر گردیده است، چون که این گروه آسیب پذیر پیش از همه به دستگیری دولت نیاز دارد. با اندیشیدن تمام تدبیرهای ضروری را برای صاحب علم و دانش و کسب هنر گردانیدن و به حیات مستقلانه آماده نمودن نورسان و جوانان در آینده نیز ادامه میدهیم. شما فرزندان عزیز همیشه در یاد داشته باشید که همه زحمت و کار و فعالیت ما کلانسالان به خاطر مهیا کردن شرایط ضروری برای فردای آباد و آسوده شما روانه شده است. آینده دولت و خلق ما به شما تعلق دارد و محض شما همچون طبقه فعال جامعه امید و آرزوی پدر و مادر و تکیهگاه دولت و ملت هستید. غمخواری در حق نسل آینده ساز، تربیت و جابجاگذاری کادرهای جوان و به خدمت دولتی بیشتر جلب نمودن آنها یکی از هدفهای محوری سیاست دولت و حکومت و خصوصا رهبر دولت به حساب می‌رود. یعنی دستگیری جوانان لیاقتمند و صاحب استعداد، داننده زبان‌های خارجی و تکنولوژی‌های معاصر، اینچنین مهیا کردن تمام شرایط ضروری
برای تربیت و به کمال رسانیدن متخصصان جوان منبع نیز در مرکز دقت ما قرار خواهد داشت. شما جوانان عزیز باید همیشه در جستجوی علم و دانش‌های معاصر باشید. کسب و هنرهای زمانوی را از خود کنید. به وطن، ملت و دولت صاحب استقلال خویش صادق باشید. سرزمین اجدادی را صمیمانه دوست دارید. صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی را حمایت کنید. ننگ و ناموس و حس بلند ملی خود را حفظ نمایید. احترام پدر و مادر و پیران و کلانسالان را به جا آورید. شما فرزندان عزیز هیچگاه وجدان و ایمان خود را نفروشید. به وطن محبوبمان، ملت باستانی امان و دولت صاحب اختیار امان هرگز خیانت نکنید. در یگان حالت فراموش نکنید که مردم خیانت و خیانتکار را به هیچ وجه نمیبخشند. شما جوانان سعادتمند که آینده ساز این وطن بی‌اشتها و فردای تاجیکستان عزیز و محبوبمان می باشید، می توانید در جهان پرتضاد معاصر تاجیکستان صاحب استقلال و منفعت‌های دولت و ملت را حفظ کنید. سرزمین اجدادی را باز هم آباد و زیبا گردانید و قرض فرزندی و رسالت شهروندی خود را در نزد مادر وطن سربلندانه اجرا نمایید. شما باید افتخار داشته باشید که نسل زمان استقلال هستید و در وطن آزاد و صاحب اختیار زندگی میکنید. فراموش نسازید که استقلال دولتی اساس و ته‌کرسی خانه آباد، سری بلند و زندگی آرام و آسوده هر فردی صاحب دولت و صاحب وطن می باشد. جوانان مایه افتخار و سربلند تاجیکستان عزیز می باشند. ما به جوانان اعتماد کامل داریم. دستگیری صمیمانه آنها را از سیاست پیش گرفته دولت و حکومت قدردانی می نماییم و نقش ارزشمندشان را در همه جنبه‌های حیات کشور احساس می‌کنیم. ملاقات نوبتی ما از آن جهت هم تاریخی خواهد بود که در دوره آمادگی به استقبال ارزنده جشن مبارک 30 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان برگزار می‌گردد. فردای این وطن عزیز از تشبث‌های نجیب و انجام رسالت‌های بزرگ شما آغاز می‌شود. ما به شما جوانان نیروی بزرگ سازنده کشور اعتماد می‌کنیم و باور داریم که از عهده این رسالت بزرگ تاریخی و اجرای وظیفه فرزندی خویش با سربلندی می‌برآیید. بار دیگر جشن را به همه جوانان کشور و شما حاضرین گرامی صمیمانه تبریک گفته با شما فرزندان عزیز تندرستی، بخت و سعادت و برار و کامیابی آرزو می نمایم. همیشه سربلند و خوشبخت باشید. من دلم را خالی کردم نوبت شما. اگر درخواست ها، پیشنهاد ها، تکلیف ها باشد مرحمت. امروز از گوشه کنار گوناگون مملکت صدها کیلومتر، هزارها کیلومتر راه پیموده آمدیم. میخوایم فکر و درخواست اساساً من بیان کردم. میدونید سیاست دولت، رهبری دولت
مخصوصا در برای غمخواری در حق جوانان. هر چی که من نسبت به شما میگم نسبت به ملت صمیمی هستم، از قلبی وی است. سیاستی ما رو میدونید. تا وقتی که هستم برای ملت، برای وطن خود صادقانه خدمت میکنم. شما را تربیت میکنم. هر وقتی با شما ما میخورم چند سال جوان میشوم. خدا رو الهام میگیرم. شما را میبینم کلان سالی خدمت فکر نمیکنم. میگم ما چون برابر شما این چی؟ من این قدر ساعت گپ زدم که هم فراموش نیستم. خوب است. شکر میکنم که به این روزا رسیدیم. بسیار روزای سخت سنگین بودن. شکر میگیم. بازم زحمت کشیده. بعضا مشکل‌های کسی خودمون برطرفه. هیچ کس برای ما شما وطن ما را آباد نمیکنه. خودمون میکنه. خودمون. مرحمت. محترم اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت محبوب کشور، من فخرالدین زاده فردوس، معاون رئیس فیلیال اتفاق جوانان تاجیکستان در ولایت سوغد می باشم. جوانی هستم که برمحل از نوازش پدر محروم گردیده، از غمخواری و مهربانی رهبریت دولت و حکومت برخوردار گردیدم. شما پیشوای معظم ملت را پدر معنوی خود می دانم و در کار و زندگی هم ایدئال واقعی هم می باشید. طی زیاده از 7 سال فعالیت در ساختارهای جمعیتی و دولتی کار با جوانان و خدمت در صف قواهای مسلح کشور که برای من امکان زیادی آشنایی پیدا کردن با کارنمایی‌های شما پیشوای ملت بود، تصمیم گرفتم در تطبیق سیاست سازنده شما نقشی بارز داشته باشم. پیشوای معظم ملت، ما جوانان به خوبی درک می نماییم که دولت سازی و دولتداری کاری سهل و آسان نیست. آن روندی مرکب است که پیش از همه حافظه تاریخی دولتداری، مقصد و منفعت‌های ملی، درک ماهیت استقلال و آزادی، خودشناسی و خودآگاهی را در شرایط مرکب وضع جهان معاصر تقاضا می‌کند. محض همین عامل‌ها بود که شما در اجلاس 16 برای ملت تاجیک تاریخی و تقدیرساز همچون نجات بخش ملت و آزادی و استقلالیت آن به صحنه سیاست برآمدید. محض شما پیشوای ملت به احیای دوباره دولت و ملت، اتحاد همبستگی خلق و پایدار ماندن استقلالیت آزادی توسط تامین صلح و ثبات جامعه باعث گردیدید. از این رو خدمت و تشبس‌هایتان عامل افتخار و شایسته پیروی ما نسل جوان امروز می باشد. تاجیکستان عزیز ما تحت سروری خردمندانه شما در مرحله نچندان زیادی تاریخی رشد کرد و دستاوردهای نظررس نائل گردید. به قول ما خلق تاجیکستان تحت سروری خردمندانه شما پیشوای معظم ملت در 30 سال صاحب استقلالی راهی 100 ساله را طی نمودیم. ما جوانان در تحلیل و مقایسه با کشورهای دیگر جهان و زمان گذشته خودمان این را به خوبی درک می نماییم. ما نسل جوان امروزه به خوبی درک می کنیم که صلح و ثبات بهترین نعمت‌های بشری و اساس پیشرفت و ترقیات جامعه می باشد. وضع زود تغییر یابنده جهان معاصر اهمیت حفظ استقلال، وحدت و متحدی جامعه را بیشتر عیان نموده تقاضا می کند که بیش از پیش از جهت سیاسی و حقوقی آگاه باشیم، نیک را از بد فرق کرده توانیم. ما در شرایط بسر میبریم که امنیت
و ثبات سیاسی کشورهای جهان به طور همیشگی مواجه خطرهای گوناگونند. در همه دور و زمان همه گونه گروه و حرکت‌ها به نیروی جوانان تکیه می‌کنند و از آن به طور ماهرانه بر منفعت خویش سوء استفاده می‌کنند. چون این وضعیت تقاضا می‌نماید که ساختارهای دولتی کار با جوانان، علل خصوص اتفاق جوانان تاجیکستان با اصول نو و موافق به هدف‌های امروزه دولتداری ملیمان راه اندازی نماییم. ما جوانان همیشه به ارزش‌های ملی و دولتداری، سیاست پیشگرفته شما، پیشوای معظم ملت را صادقانه اجرا نموده بهر حفظ مرز و بوم کشور دائما آماده ایم. جسارت و مردانگی های شما جناب عالی برای ما مکتبی بزرگ بوده، برایمان روح و جان و جسارت و متانت می بخشد. محترم جناب عالی، مطمئن باشید که ما جوانان رسالت وطنسازی و وطنداری را با درک عمیق مسئولیت در نزد نسل‌های گذشته، امروزه و آینده و مهمتر از همه در پیروی از شما پیشوای معظم ملت به طور واقعی به جا خواهیم آورد. این همه جانبازی و تلاش و سازندگی هایی که شما بهر آینده درخشان ما جوانان به انجام رسانیدید و عملی نموده ایستاده اید، ما هیچگاه فراموش نمی کنیم. راهی که شما برای مردم تاجیک انتخاب نموده اید راه است بر حق، راه درست، راه می باشد که ما را به سوی سعادت کامل ملی می برد. با کمال سعادت اظهار می دارم که تمام مردم تاجیک با حضور شما پیشوای ملت خویش افتخار دارد و باوری کامل داریم که برنامه و هدایت های آینده سازتان تاجیکستان عزیز ما را چون امروز فردا و فرداهای دیگر به کشوری بزرگ جهانی تبدیل می دهد. از توجهتان سپاسگزارم. چند فرزند داری؟ اولیادار هستی؟ محترم جناب عالی، ما در سال اویله‌ای که از جانب شما اعلان گردید اولیادار شدیم. در عرفه 25 سالگی تجلیل استقلالیت دولتی صاحب دخترچه شدیم که خوشبختانه از دست مبارک شما شهادتنامه تولد دخترچه من گرفته بود و سال 2020 صاحب باید یک پسر گردیدم. محترم جناب عالی، فرزندان رو خانواده کن، تربیت کردن کن و تربیت جدی مشغول. بر پیشوای ملتم صدها سلام و بس درود، بر همدیاری محترم صدها سلام و بس درود، بر اهل این زیبا وطن، بر پیر و بر مرد و زن، بر دلشناسان از دلم صدها پیام و بس درود. با عرض احترام و صمیمیتی کل سلام عرض می کنیم خدمت سمعی مبارکی شما صدر معظم کشور، جوانان سعادتمند دیار، حاضرین ارجمند. نصرالدین زاده رعنا هستم، خواننده. میدونیم، میشناسیم، دوستت میداریم. تا شما گپ زدیم ما حلاوت بریم. سلامت باشید با کمال میل. محترم جناب عالی، طول 30 سال است که نخل امید و باور هر یک تاجیک و تاجیکستانی به آینده از امروز هم خوبتر و بهتری تاجیکستانی عزیز در ضمیر نسل آینده ساز کشور رشد و تکامل می‌یابد. ثمره این همه پیشرفت و نصرتمندی را ما در سیمای غالبان آزمون جمهوری فروغ صبحی دانایی کتاب است. ایجادکاران و عالمان واقعا جوان و صاحب استعداد می توانیم ببینیم. پدیده دیگری خوشایند آن است که امروز نسل جوان کشور به جایزه بلند امید و باور شما پیشوای معظم ملت نائل گشتند
محض همین اعتقادی عمیق شما بود که به ما اشتراکداران و جایزه‌داران آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است توانایی و اراده می بخشید. محترم جناب عالی، امروز نسل جوان کشور سپاسگزار و منتپذیر شما هستند، چون تشبث و تحولات هایی که طول چند سال اخیر در سیمای آزمون های جمهوری روی صحنه تمدن تاجیک پدید آمدند توانستند برخی از استعدادهای نادر را به عالم ادب و علم عالم شمال ملت تاجیک هدیه نمایند و امید بر آن است که در آینده انعام خواهند کرد. محترم جناب عالی، آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است فصل گلریز معنویات هر یک انسانی معرفت پرور و کتاب دوست است. این سبقت واقعا سالم و بزرگ امتحان صرف ملی است که 3 سال می شود در فصل زمستان به دوشنبه شهر گلبدامان ما و شما پایتخت عزیز و مسعودمان بهار کتاب را می بیارد. امروزها میهن گلبدامان، میلادگاه سعید و مسعودی همه ما و شما، تاجیکستان همیشه بهار در منبرهای عمومی جهانی نصرتمند و ظفریاب است. تمنا میکنیم که با خدمت‌های ارزنده وارثان بزرگ و واقعا هم ارزنده عالم علم و ادبیات عالم شمول ملت بزرگ تاجیک همین نصرتمندی، سعادتمندی و تجمل به اندازه بزرگ در ردیف استقلالیت، وحدت، آرامی و یکدلی و یگانگی در تاجیکستان عزیز جاویدانه و پاینده خواهد ماند. مرهمی ما، محرمی ما، سبزباغ خرمی ما، واحد در عالمی ما، کوثری ما، زمزمی ما، تاجیکستان. شهرهایت ایرسیما، روستاهایت قدمجا، روستگاهی شمس و مولا، ای تفرجگاه دلها تاجیکستان. ای نگین حلقه دل، میدهی تابش ز داخل، جسم ما بر توست شامل، روح ما با توست کامل تاجیکستان. گوهری یکدانه ای ما، کشوری جانانه ای ما، شکری گوهردانه ای ما، شکری شکرخانه ای ما تاجیکستان. با دبیران در کشایی، با سفیران همصفایی، ملک خاص الخاص مایی، شاهکاری خدایی تاجیکستان. از توجهتان منتپذیرم. ایجادیات خودت بود؟ این شعر خودت ایجاد کردی؟ محترم جناب عالی، من یک عادت عجیبی دارم که در هر کجا بروم اولین سخنی که به زبانم می بیاید شعرهای استاد عزیزم شاعر خلقی تاجیکستان استاد فرزانه هستند. همین شعر هم از استاد است. میگم دختر جان رانو بله جناب عالی. یگان اولادی داری رو دقیقتی نه؟ محترم جناب عالی، ما همه باید اولادی داشته باشیم به استاد رودکی، نابسته از آن که ما از همان مرز مقدس شهر پنجاکی قریب 300,000 اهالی داره، همه خیلی نیست. خب حاضر امسال ختم کردی مکتب؟ بله جناب عالی. کجا را انتخاب کردی؟ کدام اختصاص؟ جناب عالی، با هدایت و دستورهای شما راه پیش گرفتم سوی دانشگاه ملی فاکولته فیلولوژی تاجیک. بسیار ناز. وزیر معارف، رهبر دستگاه، رئیس کمیته زنها، رئیس کمیته جوانان، در بیشتر چهاربینی و محفل‌های استفاده کنید. ما مردم اینتلیجنس اهل زیاد بعضا سخن ادبی و گفتن یاد گیریم. کس گپ زنه ما گوش میدیم یا شعر خوانند ما گوش میدیم. استفاده کنید چون بسیار است. من گفتم که غالبان عضوان همدن در همه کارهای جمعیتی جمهوری استفاده برید و تحت نظارت گیرید، کار برید، تربیت کنید، کمک کنید. آینده در کار میشه.
چند قدر در آزمون چند قدر چیزا از خود کردیم همجا بلند گوشنا چند قدر شیر از یاد کردی چقدر بلند محترم جناب عالی، از بس که سیستم کاربری که ما مطابق آن در آزمون شرکت میکردیم از ما دانشی نسبتا مکمل را در همه بخش‌های آزمون طلب میکرد. در بخشی که من سراول در آن اشتراک کردم، نومیناسیون ادبیات جهان 350 اثری مکمل، در عموم از پنج نومیناسیون آزمون جمهوری فروغ صبحی دانایی 800 اثری بدیعی 10,500 بیت شعر. آسان پدر و مادرت هم آسان برای تربیت چونی فرزند آسان. جناب عالی تمام هستی ما برای والدان است. تمام عمر خدمت می‌کنیم. سلامت باشید موفقیت. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان. من جمالزاده بهروز سعدانخوجا، نامزد علم‌های تکنیکی، آموزگار دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد آسیمی. واقعا شما پیشوای معظم ملت در برابر بنیاد کاخ بزرگ صلح و وحدت در تاجیکستان عزیز ما قصر شکوهمند استقلالیت اقتصادی را نیز توسط تدبیرهای نجیب خویش از جمله اعلان هدف چهارم مملکت به صنعت کنانی با سرعت کشور تحکیم بخشیده که برای هزار ساله ها به مملکت ما خدمت خواهد کرد. ما همگان شاهد هستیم که با شرافت سیاست خردمندانه شما در سمت تبدیل دادن کشور از مملکت اگراری به کشور صنعتی اگراری مناسبت جامعه به ساحت تغییر یافته، توجه به مسئله صنعت کنانی مملکت به طور واقعی مرحله نوی ترقیات را در خواجگی خلق مملکت آغاز بخشید. ثمرناک عملی گردیدن برنامه‌های به این سم روان گردیده سیاست خردمندانه شما جناب عالی در ساحه معارف و علم ما جوانان را به آن هدایت می نماید که سهمگذار در ترقیات اقتصادی باشیم. بیا من رنگی هم دخترک هم خیلی آزاد گپ زنیم. چیکار کنیم که شماره اختراعکاران بیشتر باشه؟ اکنون جناب عالی تا امروز یعنی چه هدف‌های اساسی که پیش معین شده است برای یعنی سوادناک نمودن جامعه ما را ضرور است که یعنی با علم آموزی چیکار کنیم؟ ولی گوش کنید من دایر باید بسیار جوانان در شاید باید باشد. من با حکومت دیگر سپارش دادم در وقت ملاقات علیزیا بود. ما چیکار کنیم که بیشتر توجه جوانای ما به آموزش فنهای دقیق روانه کرده باشد؟ چیکار کنیم باز؟ این یک آزمون میگه که عالما خود آموزگارا را ما معین کردیم. خب تلویزیون علایده تاسیس دادیم. خب آزمون برای مخصوص این فنا برای جوانان وای کرد. لیکن باز چی کنیم که توجه و ذوق اونا را بیشتر کنیم، چون که خودش این فنا کمتر مرکب‌تر است. من میره با چیکار کنیم؟ برای کسبیت بهتر کردن آموزگاران فنهای دقیق در دانشگاه و دانشکدهایی که چیزهای آموزگاری تیار میکنند ما چاره‌جویی کرده ایستادیم. هوسمند کردن اونا رو دیده ایستاد. لیکن چیکار کنیم که بچه ها باشه هستند. باز یک مکتبی نزد اکادمی علوم ملی جمهوری ده ما ساختمانش شروع کردیم. آموزگار هستن همیشه نیستن. آموزگارای فنای دقیق نیستش کس. معلمه نزد میکروفون بیا. نه ترس. شما رو گفتیستان بله. شما معلمه فنای دقیق هستین؟ ها؟ خیمیا؟ بیا نزد میکروفون بیا. السلام علیکم. محترم اساسگزاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. من
موسی جانزاده جمیله منصور، آموزگار فنی خیمیا دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی، همزمان معاون رکتور اویل به کارهای تربیوی. چیکار کنیم ذوقی همین جوانان رو به چیکار کنیم باز ما نمبر دولت حکومت و کدام راه میتوانیم که ذوقی جوانان رو بیشتر کنیم که با فنهای دقیق؟ به فکر من کارهای بیرون از صنفی را زیادتر کردن در کار، اکسکورسیا ها به همون زواد و فابریکا ها تشکیل کردن در کار که دانشجویان و خوانندگان فعالیت آنها را با چشم خود بینند، ذوقمند شوند. خب باشه. شرایط لابراتوری در مکتب ها در مؤسسه های تحصیلی شرایط زندگی چی؟ خورد و خوراک یا تاثیر نمیکنند؟ بله تاثیر میکنند. پیش از همه شرایط زندگی باید خوب باشه. بله بله. یک رئیس شهر دوشنبه در دوشنبه یک کارخانه نساجی بنیاد کردن برای 500 نفر. 6 ماه کار وای کردن نتوانستند. برای چی؟ دخترای تاجیک پایتخت زنها نمیروند. میروند یک هفته دست میخونه برای تیار شدن چون که نساجی کمتر چیزهای بیشتر کنه دیگر اکنون کمتر معینه را وای کردن در کار کو نه وای نکردن. خیلی من حاضر آیسته آیسته بعد با تکنولوژی هم دیگر شده وای 400 نفر کار کرده ساده است. جناب عالی من دایر به اساسهای فیزیکی خیمیایی و تکنولوژی استفاده بری انتراتسیت معدنی نظرایلاق برای استحصال بلوک‌های کاتودی الکترولیزورهای آلیومینی در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره گذشت صنعت جمهوری تاجیکستان با اشیاءهای خام وطنی کار علمی به انجام رساندم. نتیجه مثبت سنجش‌های آزمایشی استحصال بلوک‌های کاتودی نشان دادند که آنها را همچون اساس برای دسترس و جاری نمودن در استحصالات داخلی بر عوض بلوک‌های وارداتی میتوان استفاده کرد. نتیجه کار علمی در جمعیت سهامی کشاده شرکت آلیومینی تاجیک تطبیق می‌گردد. جناب عالی در پرتو راهنمایی‌های دورنگرانه شما ما غیرتمندانه مهنت نموده اندیشه‌های سازنده شما را با مقصد فردای پر از موفقیت‌ها تطبیق می‌نماییم. در این راستا می‌خواستم از توجه روزافزون و غمخوری‌های فراگیر شما جناب عالی برای آینده نیک کشور اظهار سپاس نموده شما را باور می‌کنم که همچون شخصی توسط دستگیری پیشوای تاجیکان جهان صاحب درجه علم گردیدم. امروز و در آینده نیز برای این سرزمین مقدس که نامش تاجیکستان است از صدق دل خدمت نموده برای در عمل تطبیق نمودن غایه‌های بزرگ شما پیشوای معظم ملت تمام کوشش و غیرت خویش را روانه نمایم. از توجهتان سپاسگزارم جناب. سلامت باشید. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان. من خوشقدم خسرو چمپیون جهان آید به نمود گشتین سامبو استاد شایسته ورزش جمهوری تاجیکستان می باشم. با استفاده از فرصت مناسب از نام تمام ورزشگران سربلند دوران صاحب استقلال برای غمخوری‌های پیوسته و توجه دائمی شما اظهار سپاس می‌نمایم. محترم جناب عالی، من بعضی فکرهایم را روی کاغذ آورده با اجازت شما می‌خواهم بخوانم. محترم پیشوای ملت، ما ورزشگران کشور از جمله جوانان میباشیم که در قلبمان مهر و محبت با زیباترین شغل انسانی یعنی طرز حیات سالم نهان است. دستاورد و پیشروی‌هایی که در ساحه ورزش داریم از دستگیری‌های پیوسته شما استقلالیت دولتی، صلح و ثبات و آرامی کشورمان نصیب ما گردیده است. محض غمخوری‌های ورزش پرورانه شما پیشوای معظم ملت باعث استواری بعضی مادی تکنیکی برای آماده‌گردانی ورزش و آماده نمودن ورزشگران کسبی سطح جمهوری و بین المللی گردید. تعیین جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به غالبان و جایزه‌داران مسابقه‌های بین المللی ورزشی و تأسیس شبکه‌های تلویزیونی ورزش و فوتبال یکی از اقدام‌های نجیب برای دستگیری و هوسمندانی ورزشگران میباشد.
دستگیری و غمخوری‌های شما پیشوای ملت نسبت ما ورزشگران به نهایت بزرگ است و این ما را نه تنها برای سهم گذاشتن در رشد ساحه ورزشی کشور هدایت می‌نماید، بلکه مسئولیت بزرگ سزاوار معرفی کردن ملت را نیز بر ذمه ما وامی‌گذارد. ورزش در رشد و نموی هر دولت مهم بوده فعالیت در این ساحه دلیری و مردانگی، هوشیاری و زیرکی، پاکی و آزادگی و صداقتمندی به ملت و وطن را تقاضا می‌کند. آن بهترین وسیله معرفی ملت و دولت به شمار رفته ما ورزشگران با درک مسئولیت برای باز هم بلند گرداندن پرچم دولتی و صدا دادن سرود ملی در عرصه بین المللی کوشش می‌نماییم. در چنین لحظه ها ما افتخار می‌نماییم که فرزند همین ملت و دولت هستیم. چنین سرور خیرتمند و پیشوای معظم ملت داریم که نمونه عبرت برای همگان میباشد. جناب عالی، جناب عالی، ما ورزشگران قدرت، توانایی و دل پر داریم، زیرا سخنان شما در خاطر داشته باشید که هر وقت وارد میدان میشوید پشت شما من سرور دولت و بیش از 9 میلیون خلق تاجیکستان ایستاده است. همیشه برای ما نیروی دهچند و روحیه شکست ناپذیر میبخشد. در نوبت خود وعده میدهم که جواباً با این غمخوری‌های توجه با روحیه بلند ورزشی و دستاوردهای بلند ورزشی نام تاجیکستان عزیز را در عرصه بین المللی بلند برداشته پرچم دولتی امان را پرافشانتر می‌سازم. تشکر به جهت رحمت. خوب، سال تولد چند است؟ 1993. زمان استقلالیت. آفرین. حالا شرایط برای مشق در ترمیم بدن یگان مشکلی است امروز؟ نه، همه مشکلی یگان مشکلی نداریم، فقط کوشش نماییم که پرچم دولتی ما را در عرصه بین المللی بلند برداریم. 2 کرات چمپیون جهان شده؟ جام جهان 2 کرات جام جهان آوردیم، چمپیون جهان شدیم، 5 کرات چمپیون آسیاییم. خب الان یک چیز مرا گو، هر وقتی که با شرافت شما چمپیون شدن پرچم دولت را بالا کردن چه احساسات شما را هیجان زیر کرد؟ اشک ریخت از چشمات یا نه؟ محترم جناب عالی، همون ورزشگری که در بالای همون پدستال میبرای این را همون ورزشگر درک کرده میتونه که چقدر احساس خرسندی ما ورزشگران وقتی که پرچم دولتی و سرود ملی صدا میدهد این را فقط همون ورزشگر درک میکنه. حالا همون است هدف مقصد ورزشگر و درجه سطحی بلند برداشتن آبروی مرتبه دولت تاجیک و همچون شخص خودتان چرا اینقدر هیجان زیر میکند، اشک روان میشود بی اختیار از خرسندی از اونایی که نه که تاجیکای تاجیکستان، تاجیکای دنیا از این خرسند میشوند و تاجیکا بسیار هستند. یک جان تشکر باش شاگردم تیار کنید. حالا جوان هستی، تربیت کن، مکتبی خودت داشته باشی، جوانایی که میتوانند. هر کس بعد این درجه ها نمیرسد. اگر ورزشگر بسیار وای باشد اصیل مقصد گذارد در پیش خودش، حتما با مقصد خودش میرسد. موفقیت شما باد. تشکر زیاد. سلامت باشید. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان. من پیر محمدزاده روحانگیز، دانشجوی کورس سیومی فاکولتت حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان می باشم. برای من همچون یک جوان دختری ناحیه دوردست باعث افتخار و سرفرازی است که در فضای صلح و ثبات کامل، وحدت و یکدلی وطن عزیزمان تاجیکستان عمر به سر برده پیوسته از دستگیری‌های شما پیشوای معظم ملت بهره‌ورد می باشیم. با سپاسگزاری ذکر می نمایم که محض
با شرافت و هدایت‌های پدرانه شما ضمن یک صحبت سریراهی با جوانان سال 2019 هنگام سفر کاریتان در ناحیه رشت در دل من گلخن علم آموزی و وطن دوستی را افروختید. با هدایت و دستگیری‌های بواسطه شما محترم جناب عالی، پس از ختم کالج طبی ناحیه رشت در اساس کوتای پرزیدنتی به دانشگاه ملی تاجیکستان داخل گردیدم و عین زمان تحصیلم را ادامه داده ایستادم. به مانند من صدها جوان دختران منطقه های دوردست وطن عزیزمان از این امکانیت بهره‌ور گردیدند و افتخارمند و سرفرازند که نام پرشرفی گیرنده کوتای پرزیدنتی را صاحبند. تحصیل نمودن طریق کوتاهای پرزیدنتی نه تنها کمک مادی برای ما جوان دختران به شمار می رود، بلکه مسئولیت جدی در روند دانش آموزی ما می باشد. محض زحمت و تلاش های هر روزه شما برای برابر حقوقی مردان و زنان مساعدت نمود. این است که امروز جوان دختران در همه دانشگاه و دانشکده ها در داخل و خارج کشور تحصیل نموده بعد از ختم بدون هیچ یک مشکلات به وظیفه های برابر به دانش و ملکه خود انتخاب و یا تعیین می شوند. در سفرهای کاری خود به گوشه و کنار کشور شما پیشوای ملت چهره های نو به نوی ارزنده را دریافت می کنید. ما نیز مطمئنیم که دختران صاحب هنر و صاحب نظر در محلها زیاد هستند و آنها را در آینده برای پیشرفت خواجگی خلق کشور و استحکام پایه‌های دولتداری ملی تاجیکان سهم ارزنده خواهند گذاشت. واقعاً این اقتدار ما در این سمت خیلی قوی می باشد. جالب است که دختران دهات سالهای آخر از برکت بهای بزرگ شما به نقش زن در جامعه به کارهای سیاسی و دولتی توجهی بیشتر دارند. همه موفقیت دستاوردهایمان محصول سیاست دورنگرانه، معارف پرورانه و آینده سازانه شما پیشوای ملت می‌دانم. و باری دیگر می‌خواهم سپاسگزاری خویش را در امر چنین تدبیرهای نجیب نسبت به تمام مردم کشور از جمله جوان دختران اظهار داشته در انتها همچون یک جوان خوشبخت شما را باور میکنانم که من بعد نیز در پرتو دستور و هدایت و اقدامهای شایسته شما صافدلانه مهنت نموده بهر رشد و نمو و شکوفایی پیشرفت وطن عزیزمان تاجیکستان بیشت آسا تمام دانش و تجربه و مهارت خود را روانه می‌سازم. از توجهتان سپاسگزارم. کورسی چندم هستی؟ کورسی سیوم. سیوم؟ بله محترم جناب. سال 2019؟ بله محترم جناب. در فرودگاه بودین شما یا که در شهرک؟ در جماعت نوآباد، شهرک نوآباد با گیرندگان استیپندیای پرزیدنتی من گیرنده استیپندیای رئیس کمیته جوانان بودم اون وقت. اصلا جوانتی نوآباد بسیار کس آوردم من. که سرایانده از که دخترک چی نداره؟ شهلا حفیظова. یک روز بیدار یک دخترک در سری سنگ شکست و یک کرته شاهی. کرته شاهی قدیمه. در بار خیلی اپراتور رفتن منظرهای دره کامرو از جماعتی نوآباد میگذارن دره کامرو بناورگیری. بعد کدا میگفتن که جد دخترک بسیار سرودی وای داره شعرهای ناز میخونه اون را بناور نمیگیره. دعوت کردن و اون کرده خانگی قطعی اومدن سر سنگ داشته. از آهنگای اکشری شورای شعر اولی اینش هم بودن. تلویزیون نشان دادن. بعد من سپارش دادم رئیس کمیته تلویزیون که دخترک از درواز است. چونکه من فکر کردم که از درواز است. چونکه آهنگای اکشری جورا و شعر هم شعر اکشری جورا. بسیار زیبا انجام کردن و خودش طبیعی بود برآمده است. کفتن دروازه کفتن گفتم بیامان در کامرو دیگه حالا نمیده که جانو بیالی دعوت کردن. بسیار خوب که ذوق و هوس جوانان به خواندن به صاحب کسب شدن علم آموختن روز به روز زیاد شده ایستاده است. روز به روز
дар хини ҳоло ки нояриаш мо донишгаҳои олӣ таъсис додем ангушумор буданд. ҳозир чандо бонувон соҳиби вазифа ҳастанд, муовини раис ҳастанд, дигар ҳастанд. илм гирен, савод гирен, боифарқ бошед, аз худатон вобастагӣ дорад, дар зиндагӣ саросима нашавед. ҳамаш мешавад. ҳамин соҳиби маълумот касб бошед. ҳеҷ ки нашидем, пага фарзандони худатона тарбия мекунед. ҳеҷ. агар бигӯед донишманду олими дигар набошад, саводи касб ҳунари ягон каса камӣ намекунад. саломат бошед. пешвои муаззами миллат бо арзи эҳтиром ва ифтихори беандоза аз номи хеш ва тамоми ҷавонони шарафманди кишварамон саломи саршори пур аз меҳру муҳаббатро ба шумо мерасонам. ман носирзода гулшанбону суҳроб, донишҷӯи курси аввали академияи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон, ҷавонони хушбахти замони соҳибистиқлолии кишвари азизам тоҷикистон мебошам. нишоти мо ҷавонон аз он аст ки дар чунин давлати ободу зебо, соҳибистиқлол ва саропо зебову гулгулшукуфон умр ба сар бурда истодаем. ҳамчун фарди зодаи замони соҳибистиқлолии кишвар ва пайрави асилу содиқи шумо, пешвои муаззами миллат, ҳамаҷониба саъю талош ба харҷ медиҳам ки ҳамеша илму маърифат омӯзам. ин орзуи ман аз замони наврасӣ аст ва хурсанд аз он ҳастам ки ҳоло ҷомаи амал пӯшида истодааст. ба ҳамин асос дар бисёр озмунҳои сатҳи ноҳиявӣ, шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ фаъолона ширкат варзида сазовори ҷойҳои намоён гардидам. аммо арзишмандтарин сарфарозгардонӣ барои ман таи солҳои 2018-2020 ду маротиба сазовор гардидан ба унвони бошарафи гирандаи стипендияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон буд. ҳамзамон сарфароз ва ифтихормандам ки муддати 2 соли охир роҳбари маҳфили доим амалкунандаи стипендиантони ҷавони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро ба дӯш дорам. муҳтарам пешвои миллат, мо ҷавонон аз он сарфароз ҳастем ки маҳз шумо вобаста ба рушди малакаи зеҳнии ҷавонон аҳамияти аввалин дараҷа дода, моро барои расидан ба қуллаҳои баланди илму маърифат раҳнамоӣ мекунед. дар ин росто яке аз намунаҳои барҷастаи ин гуна дастгириҳо таъсиси стипендияи президентӣ ба ҳисоб меравад. стипендияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон имконият фароҳам меоварад то мо насли ҷавони мамлакат дар рӯҳияи худшиносиву худогоҳии миллӣ ва ватандӯстӣ тарбия ёфта баҳри сайқал додани дониши маҳорати худ саъю талош намоем. дар меҳвари сиёсати шумо эътироф гардидани ҷавонон ҳамчун нерӯи ояндасози давлату миллат, қувваи пешбарандаи ҷомеа ба мо рӯҳи тоза ва ифтихор мебахшад. тамоми мардуми кишвар, бахусус ҷавонон, шумо асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллатро дӯст медоранд ва дар симоятон пешвои ҳақиқӣ ва ҳамешагии худро шинохтанд. мо ҳамеша мекӯшем ки ватани азизамон бо ҳидоятҳоятон ба сӯи музаффариятҳои нав ба нав қадам гузорад. мо чун пайрави пешвои миллат мехоҳем ки ҳамроҳ дар каноратон барои расидан ба ин ормону андешаҳои бузург ба сӯи ояндаи фирӯз устуворона қадам гузорем. ташаккур ба диққататон. аз кадом ноҳия мешавӣ? аз ҳамин шаҳри душанбе, аз ноҳияи шаҳри душанбе? бале. курси якум? бале. хатм кардам. курси якума хатм дуюм? бале. нағз хон. нағз хони орзута мерасӣ? иншоллоҳ. чӣ орзу кардӣ? дар паҳлӯи мо бошӣ? бале. иншоллоҳ. новобаста аз он ки ман зан ҳастам, ман ба ҳама исбот мекунам ба ҷаҳониён ки зани тоҷик ба бисёр корҳо сазовор аст. ман мехоҳам ки дар ихтисосе ки ман ҳозир таҳсил дорам, муносибатҳои байналмилалӣ, мехоҳам ки намояндаи ҷумҳурии тоҷикистон дар созмони милали муттаҳид бошам ва ман ҳамарӯза кӯшиш мекунам ва
زبانهای خارجی را نیز از خود کرده ایستادم و میخواهم که به مقصد خودم رسم و زن تاجیک بودن خود را یه اثبات بار کنم. دیگه جای دما شما قطعی خوردم با فکر ما باری اول است. چند زبان ها میدونی؟ زبانی عربی، انگلیسی و روسی را میدانم. این زمان باز به آموزش زبان آلمانی شروع کردم. میخوام این 4 زبان را در سطح عالی آموزم تا به مقصد خودم رسم. هذا شغل هذا دخترم نوشته گیرین نوشته گیرین اگر گپی پیشکی توبه اینا شاید همینجا دونی مزار جوانا سیاد سلامت باشم کار در قبولت میکنم حتما روانم میکنم خیلی یک بورا نماینده نمیشه کارمند میشه بعد واسه بعد میبرم تشکر زیاد. تشکر زیاد جناب عالی. تشکر. سلامت باشید دخترم سلامت باشید قند تزن بله آره باشه بسیاری ها با خارجه برای زبان آموزی همه شرایط برای آموختن تمام زبان ها در ما هست برای چی خراجات بیهوده میکنن میروند دیگر جا میگن ما زبان انگلیسی خوانیم زبان دیگر خوانیم در پیش پدر و مادر در وطن خودت اگر آدمی که خواند همه شرایط ها درجه عالی مهیاست سلامت باشید دخترم حتما گفتم که مقصدت قد میرسید سلامت باشید برامت محترم پیشوای معظم ملت من پرویز قاسموف روبری گروهی ولنتیری خیریه حج میر می باشم باعث افتخار و سرفرازی ما جوانان و تمام مردم کشور است که شما محترم پیشوای معظم ملت یکی از سمت‌های مهمی فعالیت خویش را در بلند برداشتن سطح زندگانی مردم روانه کرده اید. این است که شما را خلق دیار چون راهبر غمخوار و دلسوز یتیم پرور و مهربان میشناسد. گروه ولنتیری خیریه حج میر محض در زمینه سیاستی دوراندیشانه و انسان دوستانه شما جناب عالی از حساب ولنتیران و خیرخواهان با مقصد به احتیاجمندان یاری رسانیدن تشکیل کرده شده است. محترم پیشوای ملت مردم کشور در هر قدم شاهدی دستگیری شما نسبت یتیمان و معیوبان و قشرهای دیگری آسیب پذیری جامعه می باشد که این خصلت نجیبتان شما را همچون پدر غمخوار و نزدیکترین انسان مخصوصا برای یتیمان و بی‌پرستاران معرفی می کند. امروز در قلمرو کشور یگان یتیم خود را بی‌پرستار احساس نمی کند. و مرحمت و محبت شما دلها را روشن روح را بالیده نگه می دارد. ما از تشبس‌های یتیم پرورانه شما الهام گرفته گروه ولنتیران خیریه حج میر را تأسیس دادیم که آن از سال 2014 این جانب با انجام دادن کارهای خیر و ثواب در بین مردم فعالیت نموده ایستاده است. عین حال در گروه زیاده از 200 ولنتیران متحد شده در شهرهای خوجند، گلستان، بوستان، اسفره، کانیبادام، استقلال، ناحیه‌های باباجان غفورов، شهرستان و اشت فعالیت خود را با طور اختیاری بے پاداش عملی می‌نمایند. همه آنها جای کاری اساسی داشته برای مشغول شدن با خیر و احسان و قوه خود را دریغ نمی‌دارند. گروه خیریوی ما در برابر دسترس نمودن محصولات آذوقه‌واری یک قطار کارهای نجیبه را نیز به انجام رسانید که در تاریخ زندگانی بعضی نقش تقدیرساز دارد. از جمله در 2 سال آخری فعالیت ما با گروه با چند از عائله‌های کمبزاد 3 منزل استقامتی هدیه کرده شده. مبلغ 5 عملیات گران ارزش جراحی هم در داخل و در خارج کشور و معالجه شیمیایی 81 نفر کودکان از عائله‌های کمبزاد که به بیماری سرطان گرفتار میباشند پرداخت گردیده. برای دستگیری نسل نورس آموزش زبان انگلیسی رایگان و راه مانده شده. تشبس گروه ما امروز نه تنها از طرف ساکنان وطن محبوب تاجیکستان بلکه از جانب هموطنان ما که در خارج دور و نزدیک استقامت می نمایند دستگیری می یابد.
ما با مقامات دولتی دائما در رابطه بوده کوشش می نماییم که مشکلات جای داشته را با جد و جهد یکجایه حل نماییم. محترم پیشوای ملت، ما از هر برآمد و معروضه و دستور پیشنهاد شما برای خود نقشه و برنامه‌های خاص را آماده می‌سازیم و آن را عملی می‌نماییم. به هر یک معنی در کنار شما، در کنار حکومت جمهوری تاجیکستان ایستاده بهر بهبودی حیات مردم کار می‌کنیم. ما در آینده نیز برای در عمل تطبیق نمودن تشبس‌های بزرگ شما محترم جناب عالی تلاش نموده کوشش می‌کنیم که هرچی بیشتر منفعت خویش را به مردم رسانیده به این واسطه در گسترش و رشد و پیشرفت کشور عزیزمان سهم خود را گذاریم. سلامت و سربلند باشید پیشوای معظم ملت. سلامت باشید. من اینجا کردم دویر به وضع اکولوژی شهرنا یا ریدوی و هم گذراندن که والنتیرها میتونن تشبسکار باشند. بعداً آنچه که کمک رسانیدن به عائله‌های کمیزاد و پیرانسالان، اونایی که بی‌سرابان هستند. البته ما دولت ما کاری خود ما را کرده است، ما یتیما را محتاج به هیچ کس نمی‌کنیم، نه به خارج نه دیگر. دولت قدرت و توانایی دارد تحت سرپرستی رهبر دولت ما تمام یتیمان کوره پورا تحت غمخواری سرپرستی گرفتگی هستیم تا حیات مستقلانه میبریم. حتی اویله دارشان میکنیم، بعد معلومات بگیرن، کسب بگیرن، بعد گسیل میکنیم. تو همین درن میخونانیم، تربیه میکنیم، نه که در مکتب میتیرن و دیگر. دیگه اصلا با اویله هایی که نیم یتیم، اویله کم بیزاحت، اویله های بست، موتور بسیار در ما. سر فرزندایی هستن که این جاده کمک رسوندن نکن. بعضا حالات حتی رفته خانه و درش هم رفتن یا خیلی پیرانسالای است که یک کنج قوتی وای ندارد. یا هم کمک میشود. یا یک آب برده وای موندن. یا یکی داروی همون که برای تعابتش هست برده سری وقت رساندن. یا یکی با کسالخانه بردن آوردن. این چیزا ما باید تمام جمهوری دوای کدام مدار کنیم. سلامت باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. محترم جناب عالی پیشوای معظم ملت، من نازمبک آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 34 نایه اشکاشم می باشم. از برآمد امروزه شما پیشوای معظم ملت، ما جوانان کشور روح الهام تازه گرفته در حاشیه دستور و هدایت‌هایتان فعالیت منبع خویش را راه اندازی می نماییم. در سیمای شما ما جوانان کشور اساسگزار دولت نوین تاجیکان، حامی صلح و وحدت و نجات بخش ملت را می بینیم. در این سمت توجه شما در مورد دانش اندوزی و جلب ما جوانان به آموزش زبان‌های خارجی و تکنولوژی معاصر عین مدعا می باشد. طوری که شما پیشوای ملت بارها تاکید نموده اید فردای دولت در دست جوانان است. باوری و اعتماد بلند شما نسبت به جوانان که بارها اظهار نموده اید ما را روبلند ساخته است تا همچون نیروی آینده ساز و پیروان حقیقی شما برای آینده تاجیکستان عزیز خدمت‌های ارزنده نماییم. شما پیوسته در برآمدهای خویش تاکید می نمایید که جوانان باید هم قدم زمان باشند. در پرتو دستور و هدایت‌های شما من همچون متخصص ساحه معارف از روزهای اول فعالیت کاریم طبق راهنمایی‌های شما جهت بدل و نیت پاک کار فعالیت نمودن و تعلیم و تربیت شاگردان مشغول شدم. طول 8 سال فعالیت آموزگاریم در برابر تعلیم و تربیت برای آمادن نمودن شاگردان و آزمون المپیادا پیوسته سعی و تلاش ورزیدم. شاگردانم در المپیادهای سطح جمهوری سزاوار مدال‌های طلا، نقره و برنجی گردیدند. عین زمان در برابر فعالیت آموزگاریم و کار علمی نیز مشغول می باشم. پیشوای معظم ملت، باعث افتخار ما مردم سربلند تاجیک است که تحت رهبری شما جناب عالی به جشن بزرگ ملی
30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان آمادگی می‌بینیم. ما جوانان از ملاقات امروزه رو الهام تازه گرفته این جشن تاریخی وطن عزیزمان را با نتیجه‌های بزرگ چون ارمغان وطن دوستانه پیشواز می‌گیریم. تشکر به دقتتون جناب عالی. احسن. مکتب رقمی چند آموزگار هستی؟ محترم جناب عالی، من آموزگار مکتب میانه عمومی رقم 34 نویش کاشم هستم. بله. خب با دعوا چی خیلی سازیر؟ شکرت خوب است جناب عالی. خنک است؟ نه این حال خوب است. خوب است. مردم کیش کار دا مشغول شدن؟ شروع کردن. ما نایه اشکاشه میشه سفرهای خیلی زیاد داشتم با مردم. چندین نفر جوانان را اونجا از اونجا چند نفر جوان دختران خواهش خواندن کرده بودن. من با یادم خوب است دعوت کرده آوردم. مردم خوب است. نایه اشکاشیم بسیار مردم خوب است. اصلا موقعی تینجی آرامی در نایه حکم فرماست. امنیتی نایه بگیم که از سرحد یکی از بسیار مشکل وای است. تامین کرده شده است. ما نایه راشقاله و نایه اشکاشینده های روی راست. من در جلسه آخران ملاقات که با مردم ولایت داشتم ابراز داشتم که ما کمتر توجه کردیم. ما میباید دایر با مشکلات و پرابلم های نایه اشکاشیم توجه زیادتر هم مبلغ زاری هم ساختمان هم بنیادکاری ها را مشکلات شما میدارم پرابلم ها را. من سپارش دادگی هستم دیرکسیا و دیگرها با حتما کمک میرسانیم. مردمی باننگ ناموس هستند. من هیچگاه فراموش نمیکنم پای 30 سال به نهایت صادقانه از سیاست پیشگرفته دولت و حکومت دستگیری میکنند. بسیار من هیچگاه فراموش نمیکنم. چندین وقت رفت سفرها من میمانم بودم. بعدا همون میمانخانه گرچشمه بنیاد کردم. خیلی آدم رفتن استراحت میکنند میگیرند. در اونجا بسیار جای شرایطی درجه عالی مهیا کردیم. خیلی راه ها ساختیم. ورزشگاه حال ناتمام است. کامی جای در افتی ساختمان قرار دارد. میکنیم ما با پرابلم ها و مشکلات از بین میرود. جان تشکر از نایه دوردست کوهستان دوردستترین نایه دوردستترین جمهوری میگن که سزاوار مدال طلا شده در المپیاد اشتراک کردن کاری آسان نیست. یک جان تشکر و مردم سلام گو. تشکر زیاد جناب. ما ان شاء الله میبینیم. سلامت باشید. یک جان تشکر. سلامت باشید. محترم جناب عالی، من شاه خسرو ایوبزاده راهبر محفل جوانان در خارج کشور تحصیل داشته نزد کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان می باشم. دولت و حکومت با سروری شما پیشوای معظم ملت بر رشد علم و فرهنگ و معنویات جامعه مخصوصاً به تعلیم و تربیت نسل نورس به خاطر آینده درخشان وطن عزیزمان اعتبار اولین درجه داده برای پیشرفت مکتب و معارف و تیار نمودن متخصصان صاحب دانش و ملکه بلند کسبی همه‌جانبه مساعدت می‌نمایند. در این زمینه با مقصد آماده نمودن متخصصان سطح بلند بین المللی و آموزش علم‌های معاصر از جانب شما محترم جناب عالی تأسیس استیپندیای بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درخشندگان به مورد بوده. امروزها توسط این استیپندیا و دیگر سازشنامه‌های بین حکومتی خیلی که شما قید کردید محترم جناب عالی زیاده از 40,000 جوانان تاجیک در بانفوذترین دانشگاه‌های عالم تحصیل نموده ایستادند که این برای آماده نمودن متخصصان بلند اختصاص و تأمین رشد اقتصادیات کشور زمینه خوب فراهم می‌آورد. با مقصد متحدی جوانان تاجیک، معرفی فرهنگ تاجیکان و دستگیری جوانان در خارج کشور تحصیل داشته از سال 2014 این جانب در نزد کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان محفل جوانان در خارج کشور تحصیل داشته تأسیس داده شده است که امروز نمایندگی آن در 17 دولت دنیا فعالیت نموده ایستاده است. برای تقویت فعالیت محفل شورای بین اداروی از حساب وزارت و اداره‌های داخلدار تأسیس داده شده است که امروزها چاره‌های عملی را راه‌اندازی نموده ایستادند.
و همچنین جلسه های کاری به طور مجازی با دانشجویان در خارج کشور تحصیل داشته همه وقت برگزار کرده می شود. خوشبختی ما جوانان تاجیک در آن است که در هر سفری رسمی شما پیشوای معظم ملت از روند تحصیل و بود و باش جوانان در خارج کشور تحصیل داشته از نزدیک شناس شده برای بهتر نمودن شرط و شرایط زیست آنها و تعلیم و تربیت آنها چاره‌های مؤثر می‌اندیشید. محترم پیشوای ملت، من همچون یک جوان تاجیک از دهات دوردست کوهستان جمهوری میباشم که به طریق کواتا با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان دانشگاه دولتی یاروسلاولی فدراسیای روسیه را در زینه بکالوریات و در زینه ماجستراتورای اکادمی خواجگی خلق و اداره کنی نزد پرزیدنت فدراسیای روسیه را در شهر مسکو با دیپلم سرخ ختم کردم و توسط برنامه‌های تبادل دانشجویان کورس‌های بازآموزی را در دولت‌های اروپا و امریکا از خود نموده امروز به وطن برگشتم و به حیث خدمتچی دولتی در سمت تنظیم مناسبت‌های بین‌المللی کمیته کار با جوانان و ورزش امروز فعالیت نموده ایستادم. حسن می‌باد اونایی که از جهت خودی دورشالدگان میروند حسابی فوندم بای میروند اونایی که ما روان میکنیم تحت نظارت قطعی و با کار تامین کردن. یک دو حادثه بود اومدن متخصص تکنولوژیات رفتاری در مسکو کار کردیست حسابی وای با آبی مویش مو منصب دارو الان بخیلی راتاچه کردن دکور جوانای منم خیلی جوانای بالای خود و یا نوآوری میکنن در کدام 3 سال در کدام ساختاری نباشه حتما جابجا کردن بعدی خط تحت نظارت جدی علاقه دائمی داشتن در کار که با کار تامین باشه بعدی برگشتن با که روان کردیم ما روان کردیم همون سوهایی که خودمون امکاناتی در بازه مادی تکنیکی که این رو در بازه دانشگاه‌های عالی دانشگاه داریم نیست ما با همون سوها را انتخاب میکنیم درخواست وزارت اداره روان میکنیم اگر لازم باشد روان کردن در کار نیست وقتی که روان کردیم جای کارش باید معین باشه برگشت باید جای کار حتما باید و رسانه خدمت میکنند صادق میشوند اینا آفرین. محترم جناب عالی فقط همین قید کردنی بودم که جوانان تاجیک در خارج کشور همیشه در پهلوی شما متحدند. سلامت باشید. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان من نیازی سیراج‌الدین رجب‌باقی در اساس دایره سیاست معارف پرورانه شما محترم جناب عالی سالهای 2015-2019 طبق استیپендияи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дурахшандагон ба аспирантураи донишгоҳи тадқиқотии миллии донишкадаи энергетикии шаҳри Москва дохил шуда соли 2019 онро хатм намудам. худи ҳамон сол рисолаи илмии худро дар мавзӯи баланд бардоштани фаъолияти шабакаҳои барқӣ бо тавлиди офтобӣ аз ҳисоби паст кардани талафоти техникии нерӯи барқ дар мисоли ҷумҳурии тоҷикистон пеш аз муҳлат ҳимоя намуда ба ватан баргаштам. айни ҳол дар донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи академик муҳаммад осимӣ ҳамчун омӯзгор кору фаъолият менамоям. маҳз иқдомҳои неки шумо пешвои муаззами миллат дар самти дастгирӣ ва ҳавасмандкунонии олимони ҷавон ба мо нерӯи бузург бахшида моро ба фатҳи қуллаҳои баланди илмӣ ҳидоят менамоянд. яке аз чунин иқдомҳои созанда таъсиси ҷоизаи давлатӣ ба номи исмоили сомонӣ мебошад ки онро барои ҳавасмандгардонию қадрдонии олимони ҷавони соҳаи илму техника пешбинӣ шудааст. ифтихорманд аз онам ки соли 2020 аз ҷониби шумо муҳтарам ҷаноби олӣ бо ҷоизаи давлатӣ ба номи исмоили сомонӣ сарфароз гардидам ва он муҳаббат ва масъулияти маро дар роҳи интихоб кардам дучанд намуд. муҳтарам пешвои муаззами миллат чӣ тавре ки шумо зимни баромади пурмуҳтавои худ қайд намудед роҳ овардан ба илм бахусус илмҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ барои рушди устувори иқтисоди мамлакат ва таъмини рақобатпазирии кишвар дар арсаи ҷаҳон қадами устувор мегузорад. аз ҷониби шумо муҳтарам пешвои миллат бо назардошти вазъи воқеии ҷаҳони имрӯза
و رشد و ترقیات علم معاصر و به خاطر باز هم بهتر به راه ماندن آموزش و علم‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی، اینچنین برای توسعه تفکر تکنیکی نسل نورس و جوان سالهای 2020-2040 اعلان گردیدن 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف و تشبث نوبتی شما